Zombie apocalypse. با سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. خوش اومدید به یک ویدیو کلاشی دیگه به کانال ایچ لژندری. خوش اومدید. امروز اومدیم کلا در مورد جیم حرف بزنیم. لطفا اگه کانال من سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو، اون زنگولش هم بزنید. بهترین راه برای جمع کردن جیم اینه که هر روز بیایم این مانه ها رو بزنیم، توی روز، توی شب. همینطوری راحت جمع میکنیم. راه دومش هم اینه که بریم این معجونایی که به دست میاریم و بفروشیم، تبدیل به جمش کنیم، سل میکنیم. ما هر معجون 10 تا. یا بهترین چیزش اینه که بیلو بفروشیم 50 تا جم بگیریم. یا اینکه بریم توی پروفایل ماموریت ها رو انجام بدیم، جم بگیریم. جم زیادی هم میده. میتونید برین این بخش ماموریت 3 ستاره کنید، این معجون بهشتون میده، دریافت کنید و تبدیل به جمش کنید. از این بخش هم میتونید معجون بخرید تبدیل به جمش کنید، ولی ارزش نداره. بهتره چکش بخرید، چکش ساختمون بخرید، بزنید روی ساختمون ها سری مکس کنید. این قهرمان کینگ هم به نظرم خیلی خوشگله، ارزش خریدن داره. 2000 تا. میتونی از اینجا که فایده نداره، اینجا جمو بیشتر خرج میکنی، ولی میتونید با یورش هایی که به دست میارید معجون بخرید تبدیل به جمش کنید. جماتون هم بهتره همیشه جمع کنید، نگه دارید. از این قهرمانایی اگر قشنگ بود بخرید. مثلا این ارزش خریدن رو داشت. اینم قشنگی به نظرم. غول سنگی هم که خیلی بزرگه. اما از وقتی این اومده دیگه جمع کردن برامون دیگه سخت شده. این کارگر بی مصرف. بهترین ترکیب تا 13 که ابرمینیونه، راحت 3 میکنیم. تان 13 نمیندازه، کاپم پایینه. یه تان 13. اول گوشای مپو یا 2 تا ابرمینیون میفرستی که دو نزنن برن وسط رو. بعد اینجوری خطی مینیونا رو میفرستیم. بالونا هم پشتش، نگهبان و قهرمان کینگ و کوین هم میفرستیم و ماشین و کشتی هم ها میکنیم. وقت قدرت نگهبان رو میزنیم. یه تان خشم میندازیم که مطمئن چیم تا اونها رو میزنیم. و از این بر رویال چمپیون رو رها میکنیم.
حالا تو خفاشه رو از این بر میفرستیم. طلسم خشمم که دیگه کارش نداریم. 4 تا طلسم یخ اضافه و با یه دونه سم. به همین راحتی ایزی تاون حال 13 رو 3 ستاره میکنه این ترکیب. 20 تا برمینیون بقیهشون بالون، 12 تا بالون میشه با 4 تا یخ و یه دونه سم و 6 تا خفاش و یه دونه خشم. نیروی کمکی هم 2 تا بتی و بقیهش والکری یا گوبلین برمی داریم که تا اون حالو 100% بزنیم. به همین سادگی. یه دونه کارگر داریم بزنم دیوارا رو ارتقا بدم. اینام که ارزش خرج کردن جمو نداره، پس اینجا خرج نکنی هیچ وقت. عقاب ارتقا بدم به نظرم خوبه. پس اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو رو منو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگولش هم بزنید که بفهمید که ویدیو میذاریم. اگه نظری پیشنهادی چیزی دارین تو کامنت ها برام بنویسید، براتون حتما انجام میدم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.